هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 43 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 24 ژانویه سال 2022 از خانه به اجاره گرفته‌اش واقع در کوچه احمد دانش که به زن 45 ساله ساکن پایتخت تعلق دارد، بالای پنهانی جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده $30,000 امریکایی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامانی با عریضه مرد 49 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 14 فوریه سال 2022 مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه با راه فریب به باوریش درآمده از او $6,000 امریکایی گرفته وعده داده است که از جمهوری ازبکستان یک مقدار مبل آورده می‌دهد، اما تا حال وعده‌اش را اجرا نکرده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.